سال 2024 با داستان‌هایی که مرزهای تخیلی تاریخ و روایت‌های شخصی را گسترش دادند، نقطه عطفی در دنیای سریال‌های تلویزیونی بود. در این سال شاهد بازگشت فصل‌های جدید سریال‌های پرطرفداری بودیم که هر یک با داستان‌های مختلف و شخصیت‌های مختلف مخاطبان را درگیر خود کردند. از سریال‌هایی که شخصیت‌های پیچیده در دل بحران‌های جهانی را به تصویر می‌کشیدند تا داستان‌هایی که با سبک‌های جدید سریال‌های مختلف را انتشار کردند. سال 2024 پر از آثار ماندگار بود. برخی از این سریال‌ها با پرداختن به زندگی‌های چند لایه و روابط انسانی احساسات تماشاگران را به وجه آوردند. سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال یوتیوب امید اکسل و امیدوار هستم که خوب و سر حال باشید. 25 سریال جذاب عالی با سبک‌های مختلف که در سال 2024 انتشار شدند و طرفداران زیادی دارند. خب دوستان عزیز، بریم سراغ معرفی سریال ها که امیدوار هستم مورد پسند شما قرار بگیره. سریال شماره 1 به اسم اکو می باشه که خیلی جذاب است. سریال شماره 2 موسیو اسپید. سریال شماره 3 گریزلدا. سریال شماره 4 سریال اربابان آسمان. سریال شماره 5 اکسپات سیاه، سریال تعبیدی ها. سریال شماره 6 آقا و خانم اسمیت که خیلی جذاب است. سریال شماره 7 آواتار آخرین بادافزار. سریال شماره 8 به اسم شوگون می باشه که یکی از بهترین سریال های سال 2024 حساب می رود. سریال شماره 9 بادی پرابلم 3 یا مسئله سه جسم. سریال شماره 10 فال اوت. سریال شماره 11 دی پنگوین یا سریال پنگوین که یکی از بهترین سریال های سال 2024 می باشد. سریال شماره 12 سریال کاراگاه حقیقی. سریال شماره 13 تلماسه انجمن خواهران. سریال شماره 14 دیسکلایمر یا سلب مسئولیت. سریال شماره 5 سریال همدرد. سریال شماره 16 سریال رژیم. سریال شماره 17 سریال خاندان اژدها فصل 2. سریال شماره 3 خرس فصل 3 یا دبیر سیزن 3. سریال شماره 19 سریال ریپلای. سریال شماره 22 دردویل بورن اگین یا دردویل تولد دوباره. سریال شماره 23 شکار انسان. سریال شماره 24 استرینجر تینگ سیزن 5 یا چیزهای عجیب فصل 5. و سریال شماره 25 جداسازی فصل 2. خب دوستان عزیز، ویدیو ما به آخر رسید. امیدوار هستم که از این سریال ها خوشتون آمده باشه و حتما تماشا کنید. تا یک ویدیو دیگر، خدایار و نگهدار شما.